أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو مهر. به برنامه خودتان، برنامه آیات مبین خوش آمدید. من محمد حکیم، مجری برنامه، در خدمت شما هستم. موضوع امروزی برنامه ما صبر در قرآن است. ما از استاد خواستیم تا در مورد صبر در قرآن کمی برای ما صحبت کنند. استاد و کارشناس برنامه آیات مبین جناب محمد سعید هستند. شنوندگان عزیز رادیو مهر، اگر برای شما هم سوال است که آیا صبر در قرآن به چه گونه ای آمده است و قرآن از صبر چه تعریفی دارد، با ما همراه باشید. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ای مؤمنان، از صبر و نماز کمک بگیرید، خداوند همراه صابران است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و گرامی، خداوند را شاکر هستیم که باری دیگر ما را در خدمت قرآن قرار داد و از خداوند خواهانیم که ما و شما را در این راه ثابت قدم و استوار نگه دارد. یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم روی آن بسیار تأکید شده است صبر است و این نشان دهنده این است که صبر از منظر قرآن از جایگاه و اهمیت بالای برخوردار است و برای رشد انسان و کمال انسان یک امر لازم و ضروری است. قرآن کریم برای اینکه انسانها را از جهت صابر بودن و پایدار بودن تربیت کند، روی این کلمه خیلی اصرار و تأکید کرده است و مسلمانها را برای دارا شدن به این صفت پسندیده تشویق کرده است و به گفته مفسران بزرگ در 70 آیه از قرآن این کلمه زیبا آمده است. در فرهنگ قرآن کریم صبر به معنای سکوت نیست، بلکه به معنای پایداری و ایستادگی در برابر سختی ها و ناملایمات زندگی است که همواره و عنوان امتحان الهی انسان را همراهی می کنند. یعنی سختی ها و مشکلاتی که در زندگی ما انسان ها وجود دارد، ما در برابر اینها چی وظیفه‌ای داریم؟ قرآن کریم اینها را برای ما بیان کرده است که شما در برابر این سختی ها و مشکلات بجز صبر و شکیبایی راه دیگری ندارید. اگر می‌خواهید که از انسان‌های قوی و قدرتمند به بار آید، باید که
و این مشکلات پنجه نرم کنید و قوی شوید. و تمام این سختی ها برای یک مؤمن و شرط این که پایدار باشد و وظیفه های الهی خود را فراموش نکند و انجام دهد خیر می گردد. همچنانی که در حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که حضرت فرمودند عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. پیامبر بزرگوار در این حدیث میگویند از حال مؤمن تعجب میکنم که همه کارهایش برای او خیر است و این بزرگی تنها برای مؤمن است که اگر چیزی که سبب شادی و سود اوست برای او رخ دهد شکر میکند و خیر در آن است و اگر ضرر و سختی برای او پیش آید صبر میکند و اون ضرر برای او خیر است. یعنی پیامبر در این حدیث میگوید مؤمن دو حالت دارد، یک حالت شادی و یک حالت رنج و مشقت. اگر در حالت شادی و خوشحالی خدا را شکر کند اون حالت برای اون خیر می شود و اگر در حالت سختی ها و مصیبت ها خداوند را صابر باشد و از وظیفه های عبادی خود کوتاهی نکند اون مشقت ها و مصیبت ها برای این مؤمن خیر می شود. یعنی در حقیقت تمام زندگی مؤمن به وسیله شکرگزاریش در خوشحالی و صابر بودنش در مصیبت ها و سختی ها خیر می شود. بنابراین صبر یکی از اون صفت هایی است که انسان باید روی اون خیلی تمرین و توجه خاص داشته باشد. در حدیث دیگری وارد شده است که پیامبر اکرم فرمودند صبر بر 3 قسم است: صبر در اطاعت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت. بر اساس این حدیث مبارک پیامبر اکرم علمای اخلاق صبر را به 3 دسته تقسیم کردند که عبارتن از صبر در اطاعت، صبر در مصیبت و صبر از معصیت. صبر در اطاعت این است که خداوند برای ما دستورهای داده است و انجام آنها شاید برای ما مشقت‌ها و سختی‌های داشته باشند. از این رو سفارش شده است که در برابر این سختی‌ها و مشقاتی که برای دستورات خداوند انسان مسلمان وجود دارد باید ما صبر داشته باشیم، یعنی وظایفمان را خوب انجام بدیم. به عنوان مثال برخاستن از خواب صبح و وضو گرفتن و نماز فجر را ادا کردن طبیعتاً سختی دارد و مشقت دارد، ولی باید یک مسلمان و یک جوان مسلمان باید این وظیفه را انجام دهد و این دستور الهی را باید اجرا کند و این می شود صبر در اطاعت. در قرآن کریم هم در مورد این قسم از صبر آمده است که خداوند خطاب به پیامبر اکرم می فرمایند استعیذ بالله و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها. ای پیامبر
هم خانواده‌ات را به نماز امر کن و خودت هم برای انجام این نماز صبر کن. یعنی این نماز را خودت هم انجام بده. قسم دیگری از اقسام صبر در مصیبت است. در مورد صبر در مصیبت آیات‌های زیادی در قرآن کریم وجود دارد که به عنوان نمونه به یکی از آنها اشاره می‌کنیم. خداوند در سوره بقره می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما حتما شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و نقصی در ثروت و جانها و محصولات امتحان میکنیم و بر صبر کنندگان مژده بده. در این آیه مبارکه خداوند تنها راه خلاصی و نجات در مصیبت‌ها و بلاها را صبر معرفی کرده است. یعنی تنها کسان سربلند از مصیبت‌ها بیرون می آیند که در برابر آنها صبر و شکیبایی کنند و خلاف دستورهای خداوند حرفهای نزنند تا اینکه غضب خدا را برای خود به ارمغان آورند. همچنانی که در حدیثی از پیغمبر اکرم در این مورد آمده است که حضرت فرمودند: لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احینی ما كانت الحیاة خیرا لی و توفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی. پیامبر فرمودند هیچ یکی از شما به خاطر بلا و مصیبتی که به سر شما می آید آرزوی مرگ نکند. پس اگر ناچار شد این گونه بگوید: خدایا مرا زنده نگه دار اگر زندگی برای من خیر باشد و مرا بمیران اگر مرگ برای من خیر باشد. بنابراین حدیث شریف نباید از سخنهایی که باعث غضب الهی می شود در برابر مصیبت ها به زبان آوریم و باعث سقوط خود و محروم شدن خود از رحمت خداوند گردیم. قسمت سومی از صبر که علمای اخلاق گفتند صبر از نافرمانی خداوند یا صبر از معصیت است و آن به این معنا است که انسان در برابر گناه وقتی قرار میگیرد و چون گناه یک کشش و یک جاذبه ای دارد که انسان را به طرف خود میکشد، باید انسان در برابر آن صبر کند. به عنوان مثال در قرآن کریم داستان حضرت یوسف و زلیخا است که وقتی که حضرت یوسف را به آن گناه زشت دعوت کرد، حضرت در برابر آن صبر کرد و خود را از این مهلکه و هلاکت نجات داد. در آیه دیگر در این مورد آمده است که خداوند می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما آنچه را که روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدام یک دارای بهترین عمل هستند. آیتی که در اول تلاوت شد که خداوند به مؤمنان دستور می‌دهد که از صبر و نماز کمک بگیرید که خداوند همراه صابران است، در حقیقت هم صبر در مصیبت و هم صبر در اطاعت و هم صبر از معصیت را شامل می شود. یعنی انسان در حالت
و عنوان صابر نزد خداوند مشهور می شود و شناخته می شود که به هر سه از این اقسام صبر عمل کند و رعایت کند. و خداوند در آخر آیه می گوید که من همراه صابران هستم. یعنی این آیه به معنای این نیست که خداوند دیگر به همراه کسانی که صابر نیستند نیست، بلکه به این معنا است که یاری خداوند و کمک خداوند تنها برای صابران است و الا خداوند مکان ندارد و همراه هر کس و هر انسان و هر موجودی است، هم گونه که در آیت دیگر می‌فرماید و هو معکم اینما کنتم، هر کجایی که شما باشید من همراه شما هستم. ولی اینجا همراهی خداوند در این آیه شریفه که من همراه صابران هستم و معنای یاری و کمک کردن صابران است. بنابراین درس هایی که از این آیه شریفه برای زندگی خودمان می توانیم به دست بیاوریم عبارتاً از این که برای انجام وظیفه های الهی خود از صبر و نماز کمک بگیریم. دیگر این که صبر یکی از سبب‌های موفق شدن و قدرتمند شدن ما مسلمان هاست. اگر یاری و کمک خداوند را خواهان هستید باید پایداری و صبر داشته باشید. دیگر این که در مشکلات به یاد خدا باشید و به او پناه ببرید. و آخرین این که برای انسان‌های صابر و پایدار احترام مخصوص داشته باشید، زیرا که خداوند همراه آنان است. خداوند ما را از این صفتی پسندیده و این صفتی که در نزد خدا محبوب است برخوردار بگرداند و در این راه ما را صابر و ثابت قدم نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیزی رادیو مهر، از شما تشکر میکنم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید. اگر سوال یا نکته‌ای داشتید برای ما بفرستید، ما حتما با استاد در میان میگذاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. صدق الله العظیم. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org